سلام دوستان گرانقدر، بیایید که امروز با 10 تا از گرمترین نقاط کره زمین آشنا شویم. دهمین مکان گرم در کره زمین بندر ماهشهر در ایران است. به نقل از سایت ایندیپندنت، گرمای این بندر در سال 2015 به 74 درجه سانتیگراد رسید. البته باید یادآور شد که این درجه واقعی دما نیست، بلکه دمای هوا یک جا با رطوبت می باشد، یعنی گرمایی که مردم احساس می کنند. گرمترین درجه هوا در این بندر به طور معمول 51 درجه سانتیگراد می باشد. نهمین نقطه گرم در کره زمین شهر قدامس است که در لیبی یا لیبیا قرار دارد. دهکده‌ای که در وسط بیابان واقع شده شامل میراث فرهنگی یونسکو نیز می باشد، چون خانه‌های این منطقه کاملا از گل ساخته شده و همین خانه‌های گلی اند که مردم توانستند در این گرمای طاقت فرسا دوام بیاورند. درجه هوا به طور معمول تا 40 درجه سانتیگراد گرم می شود، اما یک بار این منطقه شاهد گرمای 55 درجه نیز بوده است. هشتمین نقطه گرم در زمین شهر قبلی در کشور تونس می باشد. این شهر نیز در بیابان واقع شده و درجه حرارت به طور میانگین به 40 درجه سانتیگراد می رسد، اما یک بار شاهد گرمای 55 درجه نیز بوده است. در شماره 7 شهر قدیمی تیمبکتو است که در کشور مالی واقع شده. این شهر حتی در زمستانها نیز گرم است و دمایی در حدود 30 درجه سانتیگراد دارد. هوای این شهر در تابستانها به 49 درجه سانتیگراد می رسد. ششمین نقطه گرم زمین دهکده تیرادزوی است که در کشور اسرائیل قرار دارد. این دهکده 220 متر پایین‌تر از سطح دریا قرار دارد و یک بار شاهد گرمای 54 درجه سانتیگراد بوده است. هوای این منطقه به طور میانگین 37 درجه سانتیگراد می باشد. در شماره 5 می توان از دشت لوت نام برد که در ایران واقع شده. زمین این دشت گرمترین دما را در کل زمین دارد. در سالهای 2003 و 2009 این دشت شاهد گرمای 70.7 درجه سانتیگراد بوده است. باید یادآور شد که این دشت 190 متر پایین‌تر از سطح دریا قرار دارد و خالی از سکنه می باشد. چهارمین نقطه گرم در کره زمین وادی حلفا است که در کشور سودان قرار دارد. در این شهر تقریبا در تمام سال باران نمی بارد و دمای هوا در تابستان تا 41 درجه سانتیگراد گرم می شود. گرمترین درجه حرارت که از این شهر به ثبت رسیده 53 درجه سانتیگراد می باشد. سومین نقطه گرم در کره زمین دالول است که در کشور اتیوپی یا حبشه واقع شده. زمین این منطقه به شدت نمکی و اسیدی است و دمای هوا بین سالهای 1960 تا 1965 به طور میانگین 41 درجه سانتیگراد بوده است. این ارقام نشان می‌دهند که دالول با داشتن گرمترین حد اوسط دما یکی از گرمترین مناطق غیر مسکونی در جهان به شمار می‌رود. در شماره دوم می‌توان از شهرک عزیزیه نام برد که در کشور لیبی یا لیبیا واقع شده. هرچند ادعا شده بود که این شهر یک بار در سال 1922 شاهد گرمای 58 درجه سانتیگراد بوده، ولی بعدها هواشناسان این ادعا را رد کردند. به هر حال این شهر در تابستانها شاهد گرمای بیشتر از 48 درجه سانتیگراد می باشد. گرمترین نقطه زمین که در شماره اول قرار دارد و تا اکنون شاهد بیشترین درجه حرارت در کل زمین بوده، وادی مرگ یا دت ولی می باشد و در کالیفرنیای امریکا موقعیت دارد. در سال 1913 هوای این شهر به 56.7 درجه سانتیگراد رسید که زندگی انسانها را به خطر مواجه ساخت. امروزه میانگین هوای این منطقه به 47 درجه سانتیگراد می رسد و یکی از خشکترین مناطق در ایالات متحده امریکا نیز شناخته می شود. تشکر که تا این دم با ما بودید. شاد باشید.